اینک عیسی به ناصره برگشت و آنجا بزرگ شد. درود. درود. روز شنبه عیسی چون همیشه به کنیشت برفت. از او درخواست کردند که مصحف اشعیا پیغمبر را بخواند. روح خداوند در وجود من است، زیرا مرا مست کرد تا فقیران را بشارت دهم، به اسیران آزادی بخشم، به کوران دو دیده بینا، همه مظلومان را از ظلم رها کنم و موعظه کنم که روز نجات یزدانی رسیده. خوب میگوید. آن مصحف اکنون مستجاب شد وقتی که من قرائت داشتم. مصحف مستجاب شد؟ آخر تنها مسیح میتواند ایجاز بکند. چطور؟ شما مسئله را به یادم میارید، طبیب خود را شفا بخش و میگوید که در وطن خویش بکن آنچه در کافرنهم شده بود. من به شما بگویم پیامبر در وطن خویش مقبول نگشته. با این گفتار عیسی خود را به مسیح آنها عینیت داد که خدا محض فرموده به نجاتشان فرستاده بود، ولی افسوس یهودان او را چون مسیح نپذیرفتند. خواستند از سر کوهش بیندازند، ولی عیسی از میان انبوه آدمان بگذشت و سفر پیش گرفت.